خدا چطور پسر ابراهیم را نجات داد؟ او حیوان بی‌عیب بیداغ را پیشکش کرد تا به جای او مرد. ابراهیم چشم انداخته دید که قوچقار با شاخهایش در بیشه اندرمان شده است و رفته قوچقار را در عوض پسرش قربانی سوختنی کرد. همه این تصویر نقشه خدا بود. میخواست به زمین نجات دهنده را فرستد که به طلبات جوابگو بوده گناهکاران نجات یافته را از هر یک خلق نجات دهد. ابراهیم آن مکان را پروردگار تأمین خواهد کرد نامید و تا امروز گفته می شود در کوه پروردگار باید حاضر شود. چرا ابراهیم کوه را پروردگار تأمین خواهد کرد نامید به جای آنکه پروردگار تأمین کرد نام گذارد؟ مگر خدا فدیه را تأمین نکرد؟ کوه را پروردگار تأمین خواهد کرد نامیده پیغمبر ابراهیم روز را پیشگویی میکرد که در همین کوه خود خدا قربانی را پیشکش میکند. این قربانی چنان گرانبها میشود که خدا آن را چون پرداخت برای قرض گناه جهان قبول میکند تا هر کی به این قربانی باور کند حیات ابدی یابد. قریب 1900 سال پس از آن که ابراهیم در قربانگاه قوچقار قربانی کرد، خود نجات دهنده به این واقعه مراجعت کرده میگوید پدر شما ابراهیم شاد بود که روز مرا بیند و دید و شاد شد. چون دود قوچقار قربانی بالا رفت، خدا به ابراهیم درباره قربانی آینده که در همین کوهسار برآورده می شود تصورات داد. ناگهان جواب ابراهیم به سوال پسرش بره کجاست معنای خیلی عمیق‌تر پیدا نمود. خود خدا بره را برای قربانی سوختنی حاضر می کند پسرم. برای ابراهیم و پسرش خدا هنوز بره را حاضر نکرده بود. او قوچقار را حاضر نمود. بره در کجا بود؟ در وقتی درکاری خود خدا جواب را تأمین می کرد.